این خودرو به ما مراجعه کرده برای ایراد گاز نخوردن. بنده خدا پیش چند تا از همکارا رفته یه سری قطعات براش عوض کردن، مثل شمع، وایر، کوئل، سنسورهای دریچه گاز، استوپر، سنسور مپ، سنسور اکسیژن، سوزن‌ها رو شستشو دادن. خلاصه هر ایرادی که مربوط به گاز نخوردنه برای این بنده خدا تعویض شده و انجام شده، ولی مشکلش حل نشده. تا حالا نزدیک 20 میلیونی هزینه شده. ما اومدیم یه بررسی کردیم، قطعات هم که همه نوعه، یه دستگاه زدیم بهش، پارامترهای سنسور اکسیژن رو نگاه کردیم. با اینکه سنسور اکسیژن نوعه ولی پارامتراش اشتباه بود. از صاحب ماشین پرسیدیم، گفتیم ماشین جوش آورده چند وقت پیش؟ گفت آره. مدل ماشینم 401. آقایونی که مثلا میگن آقا ماشین مدل پایین باشه کاتالیزش فلانه، این مدلش 401. آقا اومدیم دیدیم کاتالیز ماشین کیپ بوده، از رو پارامترهای سنسور اکسیژن دیدیم. سنسور اکسیژن هم باز کردیم، باهاش دور زدیم، درست شدش. اومدیم کاتالیزش رو خالی کردیم، حالا میخوایم ببندیمش. ایراد ماشین برطرف شد، تمام. آقا الکی برای مردم هزینه نتراش. اوضاع اقتصادی واقعا خرابه، هوای همدیگه رو داشته باشیم. بفرست بره، تمام. آقا این خودرو به ما مراجعه کرده برای ایراد گاز نخوردن. بنده خدا پیش چند تا از همکارا رفته یه سری قطعات براش عوض کردن، مثل شمع، وایر، کوئل، سنسورهای دریچه گاز، استوپر، سنسور مپ، سنسور اکسیژن، سوزن‌ها رو شستشو دادن. خلاصه هر ایرادی که مربوط به گاز نخوردنه برای این بنده خدا تعویض شده و انجام شده، ولی مشکلش حل نشده. تا حالا نزدیک 20 میلیونی هزینه شده. ما اومدیم یه بررسی کردیم، قطعات هم که همه نوعه، یه دستگاه زدیم بهش، پارامترهای سنسور اکسیژن رو نگاه کردیم. با اینکه سنسور اکسیژن نوعه ولی پارامتراش اشتباه بود. از صاحب ماشین پرسیدیم، گفتیم ماشین جوش آورده چند وقت پیش؟ گفت آره. مدل ماشینم 401. آقایونی که مثلا میگن آقا ماشین مدل پایین باشه کاتالیزش فلانه، این مدلش 401. آقا اومدیم دیدیم کاتالیز ماشین کیپ بوده، از رو پارامترهای سنسور اکسیژن دیدیم. سنسور اکسیژن هم باز کردیم، باهاش دور زدیم، درست شدش. اومدیم کاتالیزش رو خالی کردیم، حالا میخوایم ببندیمش. ایراد ماشین برطرف شد، تمام. آقا الکی برای مردم هزینه نتراش. اوضاع اقتصادی واقعا خرابه، هوای همدیگه رو داشته باشیم. بفرست بره، تمام. آقا این خودرو به ما مراجعه کرده برای ایراد گاز نخوردن. بنده خدا پیش چند تا از همکارا رفته یه سری قطعات براش عوض کردن، مثل شمع، وایر، کوئل، سنسورهای دریچه گاز، استوپر، سنسور مپ، سنسور اکسیژن، سوزن‌ها رو شستشو دادن. خلاصه هر ایرادی که مربوط به گاز نخوردنه برای این بنده خدا تعویض شده و انجام شده، ولی مشکلش حل نشده. تا حالا نزدیک 20 میلیونی هزینه شده. ما اومدیم یه بررسی کردیم، قطعات هم که همه نوعه، یه دستگاه زدیم بهش، پارامترهای سنسور اکسیژن رو نگاه کردیم. با اینکه سنسور اکسیژن نوعه ولی پارامتراش اشتباه بود. از صاحب ماشین پرسیدیم، گفتیم ماشین جوش آورده چند وقت پیش؟ گفت آره. مدل ماشینم 401. آقایونی که مثلا میگن آقا ماشین مدل پایین باشه کاتالیزش فلانه، این مدلش 401. آقا اومدیم دیدیم کاتالیز ماشین کیپ بوده، از رو پارامترهای سنسور اکسیژن دیدیم. سنسور اکسیژن هم باز کردیم، باهاش دور زدیم، درست شدش. اومدیم کاتالیزش رو خالی کردیم، حالا میخوایم ببندیمش. ایراد ماشین برطرف شد، تمام. آقا الکی برای مردم هزینه نتراش. اوضاع اقتصادی واقعا خرابه، هوای همدیگه رو داشته باشیم. بفرست بره، تمام.